روز قیامت وقتی میگوید نامه اعمال نیکی های ما و شما وزن کرده می شود، بعضی از شخصانی هستند که وزن یک دانه برنج ثواب میکوند، وزن یک دانه برنج یا یک دانه گندم ثواب میکوند. اگر به منزله همین دانه گندم ثواب نیابند و اینها دوزخی میشوند. اونها میدوند پیش پدر، میدوند پیش مادر، میدوند پیش یار و برادر، میگوید دانه گندم واری وزن نیکی بر من بده تا که مرا خداوند وارد جنت کند. اونها میگوید برادر عزیز، فرزند عزیز، تو در دنیا برای من عزیز بودی، اگر من یک دانه گندم بر تو دهم، الحال اگر از وزن ثواب من یک دانه گندم کمی کند، من پیش کی روم؟ ثواب زیاد کن، نیکی ها تا زیاد کن تا که در نزد پروردگار با عزت شوی، با شرف شوی. ما و شما دوزخ میگوییم، شاید که در همین خاطر ما و شما یک عادی میگذره که دوزخ چی هست. اما در قرآن میگوید کلا انها لظا نزعت للشوى، این دوزخ خیلی سوزنده هست، خیلی شعله ور است. نزعت للشوى، شوى گفتن پوست انسان میگویند. 100 ساله راه ماندن به دوزخ خدا میگوید پوست انسان به در میگوید. اینا دوزخ میگویند. نار بنی آدم التي توقدون، پیغمبر میگوید این آتشی که شما در چندانهای خود استفاده میکنید، این آتش هایی که برای چای جوشاندن خود استفاده میکنید، پیغمبر خدا چی میگوید؟ جزء من 70 جزءا من نار جهنم، این یک حصه از 70 حصه آتش دوزخ است. این یک حصه است. ما و شما در همین آتش دنیا طاقت نداریم.